آن هم درباره کار کردن در شرکت اتمی یا کریسکای کمپانی که دیگر همه میدونید اساساً با تجارت کسمتیکا و یا گفتیم موادهای آرایشی مشهور می باشد و عجیبش این است که کارگرهایش رو هم از دولت‌های آسیای میانه جمع می‌کند، یعنی زن‌های خانشین تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و این مکان‌ها رو. راستی در همین باره پس از آن که من درباره شرکت فابریک و حرام بودن آن و فریبگر بودن مدیرهای آن و چگونه آنها یعنی با چند فریب مردم را جمع میکنند و چند نفر الحمدلله الکی خبر دادن که در حقیقت ما فریب خوردیم، درباره آن صحبت کرده بودم. چند خواهرها پرسیدن که این شرکت چی و برای یک شرکت رو کلا حکمش رو گفتن حتما دربارش آگاهی کامل داشته باشیم و من در همین تعطیل عید که یک هفته تعطیل داشتم با زیادی از کارگران آن هم در تماس بودم و به حیث کنی بینم این شرکت چگونه هست گویان گویا که میخواهم به کار قبول شوم گویان فقط به مقصدی دانستنی یعنی کار رفتی کار در این شرکت و چند سایت هایشان در آمدم و ثبت نام کردم و گفت رسا رجیستراسیون کردم و عیناً مثل فابریک خواهران عزیز اگرچه اینقدر مثلا کاتالوگ زیاد ندارد و خرید زیاد نمیخواهد اما شما با پرداخت پول به اینجا داخل میشوید. یعنی شرکت اتمی اصلا به یگان پول یگان کس رو قبول نمیکند. تو برای پیوی گرفتن یا همون بال رو در این شرکت که پیوی میگویند برای کسب شدن به پیوی حتما باید خرید کنی اگرچه یک مقداری کم است با 2000-2500 است. اون هم خرید از کسمتیکا که دیگر میدونید آیا شما به همون نیاز دارید یا به خاطر گرفتن بال یا همون پیوی خرید کردید. برای همین در لجنه فتوای علما هم اومده است که در عربستان سعودی هست و اکثری علمای مشهور معاصر در آنجا کار میکنن یا گفتیم حکمیه که از مسئله ها رو میبرارن. در آنجا هم این ستوی مارکتینگ رو با نام تجارت شبکیه یا که تجارت الاحرامیه پیرامیدوی گفته میگویند و تقریبا با یک زبان همه گفته هستند که این چیز حرام است از چند جهت. یعنی همین اتمی هم مثل فابریک فریب است، حرام است، برای اینکه یکم قدم شما با خرید است. یعنی شما گویا که با قمار شروع میکنید. چرا میگویند قمار؟ برای اینکه تو خرید میکنی به قصد اینکه زیادتر پول گیری از آنجا. یعنی تو خریدت به من در کار است، نه، نیتت فقط به خاطر گرفتن همون بالی آنها یا پیوی آنها هست و تو داخل میشوی اول خرید میکنی بعد به کار شروع میکنی و باز دیگر نفرها رو آنجا طرف چپ و طرف راست دو لینه که دیگر آدم قبول میکنن باز باید زیر خود چند کسی دیگر رو ابونه کنی یا رجیستراسیون کنی که آنها هم خرید رو شروع میکنن. آنها هم عجیبش نیست که اون بیچاره ها هم وقتی میگویی تو خرید کن تو معاش میگیری آنها هم به قصد معاش گرفتن فقط خرید میکنن و این عیناً همون قماری هست که در اسلام شما پول میپرتوید تا که پول زیادتر گیرید و آیا میگیرید یا نمیگیرید، یعنی همون چیزی که خریدید از اون فایده میکنید یا نمیکنید اصلا معلوم